این کنسرت خارجی میبرن بالا، اما ما ایرانیان نمیبریم، کسی رو هم دعوت نمی‌کنیم بیاد بالا. ولی ما خدامون شخصا بدون که دعوتمون بکنن بالا یا بیان ببرن اون بالا، خودمون میریم بالا. خودمون میریم بالا و وقتی هم که میریم بالا قشنگ خانواده خواننده رو از هر منطقه‌ای در دنیا که زندگی بکنن میاریم جلوی چشمش که دلتنگیش از وطن و فامیل کاملا برطرف بشه. ببینین حالا شما فرض بگیر این طرفدارای خواننده های ایرانی رو این خواننده های خارجی ببرن روی سن. آخ 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 تا طرف اسم 3 تا بچه رو از این خواننده ها تو شناسنامه خودش ننویسه که نمیاد پایین که. نمیاد پایین که. حالا داستان ما راجع به انریکه است. انریکه ایگلسیاس که دیگه مطمئنم همتون میشناسین، خواننده معروفیه. این عزیز دل همه ما ایرانی ها 2-3 سال پیش توی کانادا یه کنسرت داشته. میدونم که همه دیدن این ویدیو رو، اذیت نکنین خودتون رو، مجدد نمیخوام دچار خونریزی معده و خونریزی داخلی بشین، خودتون رو اذیت نکنین، میدونم همه دیدن. به هر حال تصمیم میگیره یکی از طرفدارا رو بیاره بالا روی سن که باهاش بخونه، یه حالی هم به طرفدارا داده باشه. همین جلو تصمیم میگیره یه نفر رو بیاره بالا، از اون عقب نمیدونم چه جوری یک نفر که براش کمین کرده بوده آنچنان میپره مچ دست این رو میگیره که ترقوه و کتف انریکه اتصالشون از هم دیگه به طور کامل جدا میشه. و حالا این خانم عزیز، البته خانم بوده که این کارو کرده بوده، چون اگه مرد بود که الان انریکه اومده بود پایین، پرت شده بود پایین، میره بالا و خودشونو میرسونن روی صحنه دیگه. حالا روی صحنه رفتن و کارایی که روی صحنه میکنن حقشه، نوش جونش، هر کاری که کرده، ذوق زده شده، از خود بی خود شده، قش کرد، ضعف کرد، جامه به تن درید، گریه کرد دیگه، زانو زد دیگه، هر کاری که تونست کرد، نوش جونش. اصلا به نظر من خوب کرده، ایشالله بازم بکنه، نوش جونش. بعدت نمیاد بری بالا ها اینجوری که داری تعریف می‌کنی. اینم می‌خواستم بگم اتفاقا اگه خود منم بودم شاید می‌کردم. حالا نه با انریکه البته، واسه من حرف در نیارید، ولی با خواننده مورد علاقه‌ام اگه رفته بودم بالا، منو برده بود بالا، ممکن بود منم خیلی از این کارا رو بکنم. به هر حال ایشون هر کاری کرده، نوش جونش. ولی مشکل اینجاست بعد از اینکه این ویدیو اومد بیرون، منتشر شد توی شبکه‌های مختلف مثلا یوتیوب، بیشتر از 100,000 نفر رفتن ویدیو رو دیدن و با پیش داوری و قضاوت‌ها و حکم‌های متنوع دادن همچین از خجالت این خانم در اومدن که بیا و ببینید یه چند تا نمونهشو ببین. آخه این درسته؟ نه آخه درسته. نه آخه درسته. نه درسته. یه جوری هم آخه ماشاءالله همه عکس العمل نشون دادن که اگر احیانا خودشون جای اون بودن اینجوری میرفتن مثلا بالا. آقای ایگلسیاس ببخشید. جانم عزیزم بفرمایید. آقای ایگلسیاس ببخشید، دست من رو میگیرید من بیام بالا؟ از پله بیام بهتر نیست؟ نه بذارید من از پله بیام خودم. ببخشید من دست نمیدم به نامحرم. دقیقاً خودم میام بالا. ببخشید آقای انریکه، اگه بچه‌ها این پایین زیاد جیغ و داد میکردن مزاحمتون شده بودن اینا. جانم ببخشید، من دست با کسی نمیدم. اینا فقط میکروفون رو محبت کنید بدید من که باهاتون کدوم آهنگ قرار بود با هم بخونیم؟ بله حتما. بخونیم؟ چقدر شما صدای قشنگی دارید آقای انریکه ایگلسیاس. پدر راستی چطورن؟ خوبن آقای خولیو؟ سلام خدمتشون برسونید. تمنا می‌کنم، ما تو ایران خیلی خولیو رو دوست داریم. بله تمنا. بخونیم. بله. اگه چشمات برای من، یعنی واقعا شما اینجوری میرفتین بالا؟ خوبه دیدیم ویدیوتون رو که چه جوری رفته بودین سراغ ابی و داریوش بیچاره دیگه. برای همین استیج داریوش و ابی 9 متر و 10 متر طول و عرض داره، برای اینکه بتونن درن این بیچاره ها.
را در رو برای خودشون گذاشتن. اگه قرار بود مثل مال انریکه همین 1.5 متر در 1.5 متر باشه که اگه یکی از این ور میپرید رو استیج، از اون ور انریکه با گردن اومده بود پایین و ما الان مثل مایکل جکسون باید مراسم ختم انریکه رو هر سال برگزار می‌کردیم به جای اینکه منتظر آلبوم جدیدش باشیم. آخه چرا قضاوت می‌کنین راجع به مردم؟ خجالت بکشید، درست نیست، خوب نیست. حالا این خانم بعد از چند ماه وقتی دید کارهای زیاد به مزاق بقیه خوش نیامده و کلی از خجالتش در اومدن، تصمیم گرفت که یه جوری این قضیه رو توجیه کنه. چون برای ما آدمای خیلی حساسی هستیم و قش و ضبط کردن یه دختر تو کنسرت میتونه کل فرهنگ ما رو ببره زیر سوال. برای همین هم تصمیم گرفت تمام کاراشو به عنوان یه طرفدار واقعی انریکه توجیه کنه تا از قضاوت و پیش داوری مردم جلوگیری کنه. یه مصاحبه ترتیب داد و کل ماجرا رو به این شکل تعریف کرد که ما الان می‌خوایم برای شما نمایش بدیم و چک کنیم ببینیم که قضاوت‌ها و پیش داوری‌ها درست بوده یا نه. موافقی تو هم میثاق جان؟ بذار من ویدیوهای زیاد دیدم، من نمیدونم چه نقشه‌ای تو سرت داری می‌خوای اینو بذاری. چرا فکر می‌کنی من نقشه دارم؟ تو رو بزرگت کردم. بذار ببینم چیه. این ویدیوست. من بیتا هستم و الان دیگه حدود 1 ساله که توی تورنتو در کانادا. تا اینجا که مشکل یه نیست. روز همینجوری توی فیسبوک هم بودم یا توی یوتیوب یادم نیست دقیقاً، دیدم که انریکه تبلیغ کرده که داره به زودی میاد تورنتو کنسرتشه با پیتبال. از اونجایی که من اینو دیدم خیلی خوشحال شدم، گشتم بلیتش رو پیدا کردم. من قرار بود با یکی از دوستان برم این کنسرت انریکه رو، ولی از اونجا که اون برای من بلیت گرفته بود می‌خواست منو سورپرایز کنه که منو به اون کنسرت ببره، به خاطر همین من خیلی خوشحال شده بودم. قضاوت نکن دیگه. این چه طرز قضاوت کردنه؟ آخه درسته که حالا یه مقدار عجیب بود این که اول خودش بلیت رو گرفته بود و بعد دوستش سورپرایزش کرده بود که بلیت رو گرفته بود. اول یعنی چش رو گرفته بوده، اول بلیت رو گرفته، بعد داده یکی گفته منو سورپرایز کن، اینجوری زده رو شونش گفت بلیت گرفتی. یعنی به این صورت بوده. قضاوت نکنید، چون شما که نمیدونین چه جوری بوده ماجرا که پیش داوری و قضاوت نکنید. این کاملا منطقی بود. آدم میتونه اول خودش بلیت بگیره بعد خودش رو سورپرایز کنه توسط یکی دیگه. داشتم نگاه می‌کردم همون موقع به خدا گفتم ای خدا چی میشد من الان اون جلو بودم، میتونستم منم دست انریکه رو حداقل بگیرم بگم چقدر تو پسر ناز هستی و صدا چقدر دلنشینه. چرا قضاوت میکنین داخل؟ آخه چرا قضاوت میکنین؟ چیزی نگفته بیچاره. فقط از خدا خواسته که چی میشد؟ حداقل دست انریکه، حالا حد اکثرش نمیدونم کجا رو، ولی حداقل دست انریکه رو بگیره و بگه که بهش خیلی ساده بهش بگه که تو چقدر نازی و صدا دلنشینه. چون فقط از این طریق میشه این پیام رو رسوند. از طریق گرفتن دست حداقل. اینجا باز دوباره پیش داوری‌های زیادی پیش اومده بوده که من به شدت مخالفشم. مؤدب باشید. انریکه بین اون همه دختر یهو چشش افتاد به من. حالا نمیدونم شاید دید من دارم گریه میکنم و عاشقانه دستمو به سوش دراز کردم که بخواد دست منو بگیره. از تو چشامی از توی نگام خوند. به خاطر همین به من گفت بیا بالا و انریکه از اونجا دستشو برای من دراز کرد و منو برد اون بالا. ببینید البته اینکه انریکه تونسته تو اون تاریکی چشم این خانم رو بخونه به خاطر کلاس چشمخوانی نصرت بوده ها که رفته بوده. نگاه کنید. دیدید که انریکه چقدر ساده ایشون رو دعوت کردن بالا با یه نگاه. اول داشتن نگاه می‌کردن به علت کلاس‌های چشمخوانی نصرت که ثبت نام کرده بودن و تمامی کلاس‌ها رو هم درش حضور داشتن، تونستن چشم ایشون رو در تاریکی بخونن و به همین دلیل ایشون رو بیارن بالا. دیدینم که خیلی منطقی، یعنی اینجوری دستشون رو گرفتن آوردنشون بالا. اینجوری نبود که مثلا اینجوری دستشون دراز کنن از اون ور یکی بپره کتف ایشون نجا بکنه ها. نه، اینا رو اگه می‌بینید اینجوری نه، فتوشاپه. ادامه میدیم با ادامه این مصاحبه. وقتی انریکه می‌خواست بیاد سمت منو بغل کنه، منو با اون آهنگ بخواد با من رابطه داشته باشه، من دیگه واقعا اونجا نمیدونستم باید چی کار کنم. دست خودم نبود اصلا. دست خودش نبوده. ببینید اینجا نشون میده که کاملا انریکه ببینید چه جوری حمله میکنه سمت این دختر. دیدین این حمله انریکه برای تقریبا میشه گفتش که بغل کردن ایشون کاملا مشخصه. فقط اگر مثلا میبینید که اول دست اون میاد دور گردن انریکه میکشتش پایین، اون
خطای دیده در واقع. و خدمتتون عرض کنم که همونطوری هم که اشاره کردن ایشون هیچی دست خودشون نبوده، همه چی رو داده بودن دست برای بچهای پایین که نگه دارن، برای همین اختیاری از خودشون نداشتن. حالا ادامه مصاحبه داشتم گریه می‌کردم، بعد دست یکی از اون بادیگارد انریکه که اون جلو بود نمیذاشن بره جلو خورد بند این پیرن من، متاسفانه بلوزم پاره شد. بلوزم پاره شد که من اینجوری نگه داشته بودم که نمیخواستم بدنم مشخص شه. اینجا هم بگم که من اصلا اون شب نمیخواستم اون لباس رو تنم کنم، ولی خب به خاطر اینکه خیلی سریع پیش اومد رفتم مجبور شدم که اون لباس دیگه تنم بود تنم هم باشه، وگرنه لباس برده بودم اون لباس رو تنم کنم. خب البته این تیکه پارچه توری که به تن ایشون چسبیده بوده موقعی که از خونه داشتن می اومدن بیرون، یا همین لباسشون شبهات زیادی رو ایجاد کرده بوده برای دوستان که باعث شده بوده پیش قضاوت‌ها و پیش داوری‌های زیادی بشه و این درست نیست، چون در واقع ایشون این لباس رو برای کنسرت که نپوشیده بوده. این لباس برای کنسرت پوشیده نشده، این لباس برای کتابخونه دانشگاه پوشیده بودن که برن درساشون رو بخونن واسه امتحاناتشون. این یونیفرم دانشگاه است در واقع. حالا خدا رو شکر ایشون لباس مخصوص کنسرت رو نپوشیدن، یعنی فرق نکردن اون تیکه توری که به تنشون چسبیده بود رو عوض کنن و لباس مخصوص کنسرت رو بپوشن. وگرنه شما آدمای بیچشمه رو چیکار می‌خواستین بکنید با این مظلوم؟ چه قضاوتایی می‌خواستین در حقش بکنید؟ قاتل. من اونجا وقتی که جلوی پای انریکه افتادم انقدر استرس بهم وارد شده بود. اون موقع یک سرگیجه خیلی بدی داشتم که پاهام دست خودم واقعا نبود. گفتم که داره دست بچه‌ها پایین نگه دارن، ولی هیچ وقت من زانو نزدم به انریکه. اگرم شما فکر میکنید که من زانو زدم به خاطر این بوده که شما اینجوری فکر کردین، فکر کردید من قصد زانو زدم، من جلوی یه مرد زانو زدم. نه اصلا اینطوری نبوده. من فقط به خاطر اینکه حالم بد شد و زانوام دست خودم نبود، پاهام دست خودم نبود. هیچی دست خودشون نبوده در واقع. این بهترین مصداق پیش داوری است که اگه ما دیدیم ایشون به پای انریکه افتادن، اون چیزی بوده که ما فکر می‌کردیم داریم می‌بینیم و در واقع ناعادلانه پیش داوری کردیم، ولی واقعیت استرس و خستگی زیاد از مطالعه برای امتحانات بوده که باعث شده ایشون اونجا بشینن که یه مقدار حالشون جا بیاد. اینم در نظر بگیریم که هیچ کدوم از اعضای بدنی ایشون دست خودشون نبوده و همش پرت و پلا بوده توی سالن. اگرم توی ویدیو می‌بینید که ایشون پای انریکه رو میگیره، در واقع به خاطر این بوده که اول برنامه اشاره کرده بود که من همش خدا خدا میکردم که حداقل دست انریکه رو بگیرم. ولی خب دیگه حالا که دستو گرفت بذار پاشم بگیرم که بهش بگم که تو چقدر نازی و چه صدای دلنشینی داری. در واقع هدف این بوده. بعد اینجا هم ببینید استرس اینجا بیشتر مشخص میشه که اصلا رو پاشون نمیتونستن بنچن، نمیدونم چه اتفاقی میفته، ردبول میخورن تو اون فاصله، شروع میکنن به بالا و پایین پریدن های بسیار فعالانه که نشون میده که کاملا خستگی بدن رفع شده توی همون نشست و برخاستی که داشتن روی پای انریکه. نمیدونم پای انریکه خاصیت انرژی درینک داره یا چیز دیگه، به هر حال ایشون رو به شدت خوشحال کرده. مجددا ادامه میدیم مصاحبه رو. انریکه می‌خواست منو بلند کنه که گفت دیزید کانادا نات ایران، که من بعد از اینکه دوباره بلند شدم خیلی ذوق زده شدم به خاطر اینکه خیلی اطلاعات داشت در مورد ایران و میدونست که توی ایران خانم‌ها خیلی محدودن و نمیتونن هیچ کاری بکنن. مگه میشه آدم اینقدر مطلع که قرار میگیرن آدم الان تحت تاثیر اطلاعات امریکا قرار گرفتن، قرار بگیره به هر جا که دلش بخواد پر میزنه. یعنی یه پرنده که توی قفس باشه هیچ کاری نتونه بکنه، از قفس که بیرون میاد هر جا که دوست داشته باشه میتونه بره. این اصلا یه قانونه. یه پرنده کوچولو توی قفس در قفس رو که وا میکنه این پلنگ میپره از اون رد میشه. این قانون در قفس بلبل باز کردنه. بلبلی که مدت‌ها در قفسه درش رو باز کردین خودتون هم سریع پرت کنین از پنجره بالکن یه جایی بیرون، چون این یه جلد بلبله در واقع. انریکه واقعا پاکترین مردی بود که این من آدم شناس بودن ایشونی که من تحت تاثیر قرار داده. درسته با خانمای سکسی میخونه یا اینکه زنای خیلی سکسی توی آهنگاش هستن خیلی سکسی میخونه، ولی انقدر این پسر چشم‌پاکه، انقدر این پسر چشم‌پاک منم خوبه که حتی به من یه نگاه بد نکرد، حتی جای بدن من تاچ نکرد که بخواد دست بزنه یا به من پیشنهادی بده که بخواد من کاری بکنه. اون پایین منو بغل کرد، به من گفت برات آرزوی خیلی خوبی توی کانادا دارم. چشم‌پاک
ببینید بی خود بی جهت هی حرفای عجیب و غریب میزنید، هی احساسات این عزیز رو هی تاچ میکنید، هی تاچ میکنید. تاچ نکنید دیگه. از خدای خودم ممنون بودم که من اون همه عقب بودم، یهو خدا به حرف دلم گوش کرد، منو فرستاد اون جلو، اون بالا پیش انریکه. چیز باور نکردنی بود برای من. اون شب توی اون سالن همه جور دختری بودن، دختر کانادایی، دختر عرب، دختر چاینیز، فیلیپین، کره، اسپانیش و ایرانی. به خاطر همین من به خودم بالیدم که بین اون همه دختر، بین اون همه دخترایی که اونجا بودن با اون همه کالچر، بس شاید از من زیباتر و خوشگل‌تر بودن، انریکه منو انتخاب کرد. منم با افتخار فراوون، با افتخار زیاد از اینکه انریکه یه سوپر استار بین‌المللی از اون بالا چشش به من افتاد و منو انتخاب کرد. خواستم به همه اونا بفهمونم که دختر ایرانی هم همه جا داره و میتونه توی بالاترین جاها بره. اگرم من گفتم I'm Persian به خاطر این بود که میخواستم همه بفهمن اونجا یک دختر ایرانی اون بالا رفته و با انریکه میرقصه. خدایا شکرت، خدایا شکرت که کمک کردی یه دختر ایرانی دیگه سرفراز و سربلند بشه و به مدارج بالا برسه، به مدارج بالایی مثل بالای استیج انریکه. این از بچگی گفته بودن دخترم تو باید به مدارج بالا برسی، ولی فکر می‌کردین منظورش پله های استیج انریکه رو میگن پدر مادر. دکتر مهندس منظورشون نبوده. خدا رو شکر، خدا رو شکر که سربلند شد و به مدارج بالا رسید و به همم نشون داد که یه دختر ایرانی میتونه به مدارج بالا برسه و موفق بشه. فقط میگم که یه ذره فکرتون رو باز کنید و بیشتر به مسائل جهان نگاه کنید تا به دختری که میره اون بالا میرفته. و اینکه این مهمه. من دوست دارم حداقل اگه من اشتباه کردم توی کنسرت انریکه، اگر شما موقعیت منو داشتین یا قرار گرفتین هر جای دنیا، اون اشتباهی که من کردم و شما نکنید و با وقارت تمام و با خالصیت جهان خودتون رو، اون ایرانی بودنتون رو به همه ثابت کنید و بذارید همه بدونن که ایرانی‌ها هم همه جا دارن. این یه مقداری سخته ولی شدنیه. وقارت تمام و خالصیت جهان رو باید یه جوری با هم ادغام کنید. میگم کار ساده ای نیست و وقت در همون حال که وقارت تمام و خالصیت جهان رو با هم مخلوط کردین، ایرانی بودن خودتون هم ثابت کنید. یه خورده ممکنه پاتون اولش پیچ بخوره ولی میشه. ببینید من الان با وقارت تمام این پیام به هر حال پیام بسیار مهمی بود و من باز هم تکرار میکنم اگه قلم یا خودکار ندارید برید سریع بردارید بیارید یادداشت کنید و با وقارت تمام و خالصیت جهان ایرانی بودن خودتون رو به همه ثابت کنید. موفق باشید.